میخواهیم بخش بعدی سخن را دینداری در اندیشه مولانا خدمت شما چند مورد عرض بکنم. وقتی به اندیشه و آرای مولانا در مثنوی نگاه بکنیم، مولانا 3 نوع از دینداری را میشناسد. 2 نوع اون را برای بشریت مطلوب سزاوار به معرفی میگیرد، 1 نوع دیگر اون را قبول ندارد، اصلا این را شایسته نمیداند. اولین نوع از دینداری عامیانه معیشت اندیش است، یعنی دینداری تقلیدی. کسی که از دیگری میشنود، بر دیگری اعتماد میکند. یعنی اکثریت مطلق جامعه چه هستند؟ دینداران تقلیدی هستند که از دیگری میشنود، از علمای کرام میشنود، بر علمای کرام اعتماد دارند. نوعی از دومی از دینداری که دینداری عارفانه تجربه اندیش باشد، این نوع از دینداران از دیگری نمیشنود، بر دیگری اعتماد نمی کند، بلکه خودشان رسیده به حق است، وصالی به حقیقت است. اینا برای دیگران ضرورت ندارند، خود را به اون جایگاه میبینند که در واقع به کمالی از معنویات رسیده است. دینداری سومی که دینداری متکلمانه فیلسوفانه معرفت اندیش باشد، اصلا مولانا قبول ندارد. این را بیراهی معرفی میکند، میگه که عروض عقلی به دین کار بس ناجائز و کار بس نادرست است. چرا این فیلسوفان ما را دنبال چیستی و چرایه ها میبرد؟ چرا ما را دنبال این کوچه پس کوچه ها میبرد؟ برای اینکه پروردگار گفته است اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان من علق. کافی است دیگه، دنبال چیستی و چرایه ها نروید. و در اینجا قصه اون فقیر گنج طلب را مطرح میکنه. دیگه روزگار فقیری بود، گنج طلب از خداوند یک رزق و روزی حلال میخواست و هر بار به پروردگار خود توسل میجست و دعا میکرد که پروردگار برای من یک رزق و روزی حلال نصیب بگردان. نه یک شب نه چند شب، بلکه شبهای متمادی چون این کار کرد. این دعایش بر نزد پروردگار قبول شد و فلانی دعای تو مستجاب است، فردا برو در فلانی کتاب فروشی و براقان برگه زرد رنگ نیفته است، اون را بگیر، مطابق افق اون عمل کن، گنج را پیدا میکنی، برداشت. وقتی این فرد میره فردا مطابق اون دستورات عمل میکنه، در اون نوشته بود که کمان تیر را در کمان بگذار، در غرب در طرف قبله بیست، هر جایی که کمان افتاد همون جا را بکن، گنج پیدا میشه. وقتی این کار کرد، این نه یک شب نه یک روز، چند روز متواتر این کار کرد که حتی این قصه شورای شهر شد. حاکم شهر هم که مرد طماعی بود خبر شد از این مسئله. بالاخره این آدم گنج را پیدا نتوانست، دوباره به نزد پروردگار خود توبه کرد که پروردگار من خود کار را کردم نتوانستم. کسی در خواب برش آمد گفت فلانی یک جای کار را اشتباه کردیم، ما گفتیم که تیر را در کمان بگذار، نگفتیم که تیر را در کمان از کمان بکش. ای کمان و تیرها برساخته، سید نزدیک و تو در انداخته، هر که دور انداخت او دورتر، و چنین گنجی است او معجورتر. فلسفی خود را زی اندیشه بکش، کوبد و کور از سوی گنج پشت. عدی اکثری که مولانا در واقع امتیازی که به فیلسوفان قائل هستند، اون کماندارانی هستند که تیر را از کمان میکشند. داندان کو نیک بخت و محرم است، زیرکی زی ابلیس و عشق از آدم است. بعد اینجا قصه پسر نوح را مطرح میکنه که وقتی نوح علیه السلام کشتی خود را آماده کرد، به کنعان پسر خود گفت که دیگر راه نجات نیست، بردار خود را در کشتی که سوار شویم و نجات پیدا بکنی. وقتی کنعان پسر نوح گفت که نه، من شناگری بلد هستم، نمیخوام به کشتی تو سوار بشم. عشق چون کشتی بود بحر خواص، کم بود آفت بود اغلب خلاص. وقتی این کار کرد، مولانا این جای کار، این زیرکی ابلیسانه پسر نوح علیه السلام کنعان را میگه که همچو کنعان پاز کشتی وامکش، که غرورش داد نفسی زیرکش. که برایم بر سر کوی مشید، منت نوح هم چرا باید کشید. کاش که او ناشنا آموختی، تا طمع در نوح کشتی دوختی. کاش چون طفل از یل جاهل بودی، تا طفلان چنگ در مادر زدی. بنابراین
میگه که دینداری تقلیدی یک خصیصه داره که یا برای انسان هویت میده، یا انسان را عضو یک مجموعه نامدار معیندار میسازه، یا بر اونا یاد میدن که چگونه بر پاره از خواهش‌ها و خواسته های خود چیده میشن و تا حدودی آنها را مهار میکنن. و برای دینداران تجربه تندیش منبع و مصادر دینی اون بحثی است که پیامبران با توسل به او برای بشریت زندگی کردن را میآموختند. و اینجا میگه که اونا نه تنها که میخواهند پیرو امر و نهی پروردگار که به وسیله رسولان تبلیغ شده، میخواهند پیرو تجربه های اونا هم باشند، گامزنی در مسیر اون چیزهایی که واکردن بوده باشند. غرق حق خواهی که باشی غرقتر، همچو موجی بحر جان زیر و زبر، زیر دریا خوشتر آید یا زپر، موجی آن دلکشتر آید یا زپر، گر طمع خواهد ز من سلطان دین، خواب بر فرق قناعت بعد از این. در یک جای کار مولانا میگه قناعت مصلحت نیست.